زنها شهروند درجه 2 نیستن. بله، چرا؟ هر زمان صحبت از بیمه شدن بانوان میشه یا مخالفت میشه یا در اولویت‌های آخر قرار میگیره و یا با رقم جدی و مکفی انجام نمیشه. سوال اینه چرا طبق آمار درصد بالایی از آقایون حداقل یه مدل از مستمری رو برای خودشون ایجاد میکنن، یا بیمه تامین اجتماعی یا بیمه زندگی یا دریافت اجاره از املاک مثل مغازه و خونه و اینها و یا سود سهام. یعنی میدونن از یه سنی به بعد بدون کار کردن برای گذران زندگی به مستمری نیاز هست. حتی اگر دقت کرده باشید همون بیمه تامین اجتماعی هم که برای آقایون ایجاد میشه، بیس اون سیستم خواسته یا ناخواسته مرد سالاره. چرا؟ چون درصد زیادی از بیمه شده هاش آقایون هستن و خانم ها و بچه های اون خانواده فقط از خدمات درمانی اون دفترچه و اون قرارداد استفاده میکنن. هر لحظه هم با متارکه و جدایی همه حقوق خانم از اون قرارداد کاملا قطع میشه. پس این جمله که خانم ها میگن ما بیمه هستیم جمله اشتباهیه. در واقع فقط مرد خونه است که بیمه است و بقیه دارن از خدمات درمانی استفاده میکنن.